نام خدا. البته من خب خیلی دوست داشتم اینجا حضور شما دوستان عزیز باشن، با آقای سیف‌الدینی و دوستانی که سازماندهی می‌کردن. مثلا من کلاس داشتم، 2 تا کلاس پشت سر هم هفته پیش هم کلاس‌ها رو ما تعطیل کردیم به دلایلی و این بود که بتونیم این هفته تعطیل بشه سلمه بزرگی وارد خواهد شد. به حال به قول علما به این کلاس‌ها، اینکه یک کلاس دکترا رو ما تعطیل کردیم اومدیم و بنا نداریم. واقعا صحبتی چیزی تو برنامه من نبود، فقط این نکته‌ای که به حال چون بحث بحران اون سالها هست و من البته فرصت نداشتم به صحبت‌های آقای نیکبخت و آقای هوشمند مثل بحث‌های خیلی جالبی رو مطرح کردن. یک مقداری از بحث‌های آقای بیات رو گوش دادم که خیلی جالب بود، نکاتی بود که خب کمتر بهش پرداخته شده، به خصوص اون سالهای 20 تا قبل از این که فرقه وارد بشه چه کارهایی صورت می‌گرفت. به ذهن آمد که یک چند نکته در مورد یک مسئله‌ای که البته همه آشنا هستن بهش صحبت کنیم و اون مسئله اهمیت روابط بین‌المللی و عنصر روابط بین‌الملل در این قضایا هست. تو این نکته نمیخوام من بگم که خب تو همه این مسائل دست داشتن اینا که می‌دونید که دیگه عنصر روابط بین‌الملل خیلی مهم بوده در آغاز این جریان‌ها، پایان این جریان‌ها. ولی یک نکته که هر وقت ایران واقعا ضعیف شده در تاریخ، هر وقت ضعیف شده، قدرت ملیش کم شده و یک مقطع تاریخ ایران برشش گره خورده با تحولات بین‌المللی، اون موقع ما مسائل قومی گرفتار شدیم در کل این تاریخ 50 سال اخیر. و اینه که امروزه هم خیلی باید هوشیار بود که آن چیزی که خطر به نظر من برای ما هست از جانب مسائل قومی، نه مسائل داخلی، اونا مشکلاتی هست، ولی چالش اصلی اون زمانیه که گره میخوره با سیاست‌های بین‌المللی. اینجا باید ما نگران باشیم، به خصوص تو مرحله فعلی که ایران محاصره هست، خطر بسیار بزرگی ما رو تهدید میکنه و اون خطر فراملی در واقع نیروهای سلفی که امروز در اطراف اکناف منطقه دشمن ما هستند و ما در یک مقطع مهم بین‌المللی هستیم، با نظام جهانی مسئله داریم سر مذاکرات هسته‌ای و خیلی تلاش باید بشه که تجربه سابق تکرار نشه که ایران ضعیف بشه، درگیر کشمکش با نیروهای خارجی بشه، خدای نکرده کشور در معرض حضور بیگانگان و بعد این مشکلات قومی رو داشته باشیم، به مراتب ممکنه بدتر هم اوضاع ایران باشه. اینی که عنصر بین‌المللی واقعا خیلی اهمیت داره. نظام جهانی ما رابطمون اگه خوب باشه با دنیا، موقعیت خوبی در جهان داشته باشیم، نگرانی چندانی از مسائل قومی به نظر من نیست. مسائل قومی ایران نباید به هیچ وجه مقایسه کرد با سایر کشورها. مسائل داخلی جزء کوچکی هست و میشه اونا رو به حال با سیاست‌گذاری در واقع دنبال حلش رفت. خطر زمانیه که در واقع نیروهای منطقی و فرامنطقی بخوان از این ابزارها استفاده کنن. کما اینکه در تمام این تحولاتی که اشاره شد ما میدونیم که یک عنصر بین‌المللی هست در قضایای آذربایجان و دوره‌های مختلف دیگه. اصلا در کل منطقه همینجوری این مسائل قومی مقداری گره خورده با مسائل جهانی دیگه. ما آشکار تو این تحولات اخیر دیدیم. در همین قضیه آذربایجان و کردستان هم خب دیگه نقش شوروی الان با در آمدن اسناد استالین، کارهایی که ترجمه کردن آقای بیات در این نشریه گفتگو، الان دیگه کسی نمیتونه بگه عنصر بین‌المللی دخالت داشت. ولی حتی در پایان ماجرا هم خیلی مهم بود عنصر بین‌المللی. من تعجب میکنم که الان بالاخره اینجا رشته تاریخ بیشتر دانشجویان میتونن بگن که خیلی مثلا روی عنصر قوام السلطنه تأکید میشه که قوام رو معمار پایان ماجرای آذربایجان قلمداد میکنن. همین اواخر هم باز من یک مقالی یکی از این نشریات پژوهشی مفصل با تاب و تاب که این نقش قوام چی هست و اینا، ولی به نظر من قوام آنچنان نقش اساسی در پایان دادن به این بحران نداشت. فشارهای بین‌المللی باعث شد. گرچه درست ما در مورد اعلامیه ترومن چیزی نداریم، سندی نیست که ترومن و بعضی ها میگن اصلا الکی ترومن ادعای
صرفی کرده، ولی حداقل در اسنادی که الان آقای بیات هم اشاره کردن کتاب جمیل حسنی در یک قسمتیش ایشون اشاره میکنه که فشارهای ترومن و آمریکایی ها بود که به نوعی مؤثر واقع شد. ایشون میگه البته اسناد مربوطه از بین رفته، نمیدونم کجای شوروی بوده، میگه ما دسترسی به اون اسناد داشتیم، این اسناد از بین رفته. یعنی واقعا اگه فشارهای غرب نمی بود و البته تلاش‌های ایران در سازمان ملل، شاید ما با این مشکل هنوز اون زمان به این زودی حل نمی‌شد. البته مسائل داخلی مهم بود و اون سرخوردگی اتحاد جماهیر شوروی از اینکه ایرانی‌ها استقبالی نکردن، آذری‌ها استقبالی نکردن، حتی کردها استقبالی نکردن. ما بیشتر در مورد آذربایجان کار کردیم ولی در مورد کردستان با آقای هوشمند خوشبختانه خیلی کار کردن. این مسائلی که در چشمانداز ایران چاپ کردن در شماره‌های چند سال پیش نشون داد که اصولاً قاطبه اکثریت مردم کردستان نبودن با حزب دموکرات و این مسائل. بنابراین سرخوردگی به اضافه فشار خارجی، واقعاً فشار خارجی بسیار اهمیت داشته. برای اینه که روی این تاکید کنیم که ایران باید همیشه سعی کنه که این قدرت ملی خودشو از طریق تعامل و همکاری، البته همکاری ملی، نه از روی ضعف با نظام جهانی، همیشه ما یک تعاملی داشته باشیم این با کشورهای بزرگتر از خودمون وارد کشمکش نشیم که ممکنه از این مسائل استفاده بشه. الان ما امروزه واقعا خطر بسیار بزرگی به نظر من ایران رو تهدید میکنه. ما در شرق با این خطر داعش کم خطری نیست، یک نیروی بسیار گسترده‌ای که هنوز از شهر کوبانی نتونستن این همه نیروهای غربی و ایالات متحده و مؤتلفینش بمباران میکنه، از اون طرف کردها، از این طرف عراقی‌ها، هنوز اون شهر در دست اونهاست، هنوز در 30 کیلومتری مرز ایران هستن و تهدید بزرگی علیه ایران. خدا نکنه که از افغانستان و پاکستان مثلا اینا وارد ایران بشن. در پاکستان ده ها هزار داوطلب متعصب آماده ان که هر لحظه بریزن ایران رو به خاک یکسان کنن، شیعیان ایران رو و ایرانی‌ها رو. ما در این مقطع باید از تاریخ درس بگیریم، هر چه زودتر با نظام جهانی مشکلات رو حل کنیم و حالا توافق هسته‌ای و خیلی مسائل دیگه واقعا بسیار مهمه که اگه ما نتونیم این کار کنیم، خب رقبا همکارای منطقه‌ای ما بخوان وارد بشن، قطعا اگه بخوان با ایران رویارویی بشن، یکی از نکاتی که دست می‌ذارن بحث اقوام، مسائل سنی‌ها و رادیکال‌ها و یا مسائلی که در جاهای دیگه هست. این است که باید خیلی سعی بشه و این چیز بشه. ما حالا گفتن این ممکنه بعضی هم براشون چیز بشه، تعجب باشه. به نظر من مثلا در زمان قبل از انقلاب، حداقل در دهه 50، اوایل دهه 50 که ایران بسیار قدرتمند بود در منطقه، با نظام جهانی مشکلی نداشت، ما اصلا نگرانی از مسائل قومی نداشتیم و خیلی از این مسائل اصلا داشت به فراموشی گذاشته میشد. در کردستان خبری، در آذربایجان اصلا از این خبران نبود. حالا گفتم ممکنه این حرف چالشی باشه، خیلی بگن نه اینجوری، ولی واقعا اینه که وقتی ایران پرستیژ داشته باشه در جهان، قدرت ملی داشته باشه، رهبرانش اعتبار جهانی داشته باشن، خود این رو ذهنیت ایرانیان تاثیر میذاره. یعنی یک بحث روانشناسی سیاسیه که کم بهش توجه شده. ایرانی وقتی ببینه کشورش قدرتمنده در جهان، یعنی منظور از ایرانی نه ایرانی‌های فارس زبان، ایرانیان دیگری که حالا یا سنی هستن یا به دلایل مثلا لحاظ زبانی یا چیزهای دیگه، به رو اونام ذهنیت اونها تاثیر داره. ایران قدرتمند معتبر خیلی از این مسائل رو از بین میبره، ولی در نظر بگیرید خب ایران ضعیفی با همه دنیا سر چالش داره. کشورهای منطقه‌ای هم که بیشتر سر مسائل قومی با ما مسئله دارن، زمانی علیه ایران موضع میگیرن که ایران در عرصه جهانی ضعیف باشه. یعنی ایران اگه با آمریکا درگیر باشه، با اسرائیل درگیر باشه، با حسن و زید و تقی و نقی، این جوجه‌های اطراف هم علیه ما موضع میگیرن و هزار مشکل منطقی. یعنی که باید با بزرگان، با قدرت‌های بزرگ مسائل حل بشه. خوشبختانه البته سیستم به این نتیجه رسیده، داره تلاش میشه. حالا امیدواریم واقعا در دور بعد این گفتگوها مشکلات حل بشه، وگرنه ما با یک مشکلی بزرگی مواجه هستیم در باز هم در مسائل. اگر شما مثلا در موقعیت ضعیف ایران میخواد اصلاحات مثلا قومی انجام بده، بدتر خواهد شد. یعنی شما در ایران ضعیفی که در محاصره
جهانی هست، شما هی اصلاحات داخلی انجام بدید، این کارو بکنید اون کارو بکنید، این تاثیر منفی ممکنه در یک موضع قدرت قوی، یک دولت مقتدر ملی که البته منظور که به همه ایرانیان به چشم سال نگاه اون موقع هست که باید این مسائل رو از طریق اصلاحات و اینها وارد تعامل شد. من باز به قوام اشاره کردم. خب قوام السلطنه میدونید که ما متاسفانه ریز تاریخ رو کسی که نمیخونه، این نکات ریزی که مثلا آقای بیات الان یکی به مورد ما یه سری کلیات نظری سر کلاس‌ها میگیم، بحث‌های چارچوب‌های نظری کلی بدونید که اصلا بشناسیم تو ایران چی گذشته. قوام السلطنه رفت مسکو 3 هفته بود به توافق نرسید، برگشت، خیلی هم میگن ناامید بود و حالا یک سری اصلاحات داخلی هم کرد. به نظر من کارهای قوام نبود که شوروی ها رو وادار کرد بشه، اون فشار عظیمی که تو سازمان ملل بود، امریکایی ها وارد میکردن، وزیر خارجه امریکا و دیگران تو جای دیگه، از اون طرف خب جنگ سرد تازه شروع شده بود و از اون طرف یعنی سرخوردگی اتحاد جماهیر شوروی از اینکه مردم ایران پذیرا نبودن. در خود آذربایجان احتمالاً آقای نیکبخت به این مسائل اشاره کردن، یعنی واقعا اون اسنادی که در بیان مستنده نشون میده هیچ استقبالی نشد و این خودش موثره، به اضافه فشارهایی که از خارج شد. این فشارهای خارجی در اون مقطع دیگر مداخلات شوروی در جریان گیلان هم موثر بود. اتفاقا پروژه‌ای که بولشویک‌ها داشتن برای اینکه تهران رو فتح کنن از طریق ارتش سرخی که قرار بود درست کنن، اون موقع هم یک سری فشارها و در این حال ناامیدی از مسائل داخلی، یعنی در واقع آگاهی ملی ایرانی از یک طرف و فشار جهانی علیه طرفی که میخواد علیه ما از مسائل قومی سلم دست به دست هم میداده این بحران حل کرده و این دو عنصر باید باشه. عنصر داخلیش خوشبختانه هست، یعنی جای خودش هست، ولی دو عنصر خارجی شما باید در آینده خیلی مواظب باشید. یعنی باید دولت مردان ما هر چه سریعتر این مسئله رو حل کنیم که ایران خدای نکرده گرفتار یک کشمکش جهانی نشه، به جنگ. الان خیلی از حضور شما خطر اصلی ما امروزه نه مسائل فروملی و مسائل قومی، بلکه مسائل فراملیه، یعنی سلفیگری اسلامی و به نام حالا اسلام هرچی هست و خطری که ما رو تهدید میکنه از همه جانبه. این خطر فراملی بسیار بیشتره، ما باید از طریق تعامل با سیستم جهانی بتونیم مهار کنیم. خوشبختانه البته الان دشمن مشترک هم هست این خطر، یعنی هم برای قدرتمندان جهانی و هم برای خود ما، ولی خب این دولت‌های منطقه اطراف ما که هستن میدونیم که تحریکات میکنه عربستان سعودی و دیگران و ما باید این حرکت‌های اینا رو از طریق بهبود روابط با سیستم جهانی درست کنیم. مثلا اخیراً پیشنهاد کردن آقای رفسنجانی بره مثلا به عربستان. آقای رفسنجانی میخواد بره عربستان چه کار کنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه، یعنی هیچ فایده این سفر ایشون تو میره اونجا عربستان کلی ایشون احتمالاً چیز میکنه، گله میکنه که بعد خواسته هاشون هم مثلا از لبنان برین و از عراق برین، ولی وقتی که ایران رابطه‌اش با غرب خوب کرد، تعامل شو به توافق آبرومندانه رسید، اون موقع عربستان وحشت میکنه، کما اینکه وحشت زده شدن. ما باید اونجا رو بعضیا متوجه این داستان‌ها نیستن، بیشتر نگاه درونگرا دارن که مسائل درونی و منطقه‌ای حل کنیم. سیاست‌های منطقه‌ای که بعضی طرفدار منطقه گرایی هستن خوبه، ولی زمانی که ما مشکلاتمون رو با نظام جهانی حل کنیم، نه اینکه اگه ما مشکلی نداشته باشیم با نظام جهانی، نه عربستان موردی هست، نه ترکیه کاری میتونه کنه، نه جمهوری آذربایجان، نه امارات، هیچ مشکل نیست. در اون شرایط با یک برنامه‌ریزی ملی بهینه مسائل اقوام هم چیزایی که بونه قشنگ میشه باهاش پرداخت و حل کرد. و این است که واقعا این عنصر بین‌المللی بسیار مهمه. البته امروز دیگه فکر کنم دیگه ما باید فراتر از این بریم که دیگه آیا نیروهای خارجی مثلا در مسائل آذربایجان دستشون اینا روشن، از اینا ما باید فراتر بریم که چگونه عنصر بین‌المللی میتونه تاثیرگذار باشه، تاثیر مثبت و منفی در چالش‌های قومی یا مذهبی که برای ایران ممکنه در آینده ایجاد کنه. من دیگه وقت بیشتری نمیگیرم چون قرارم نبود که سخنرانی کنیم و میگیم کرسی رو به دوستان عزیز که سر مورد مقررم تموم میشه.